سلام، به روی ماهتون بریم ببینیم هفته پیش رو چه چیزی در انتظارتونه. عزیزای دلم نیت کن 3 بار بزن روی صفحه تا ببینیم چی انتظارتو میکشه. چشم انتظاری داری میکشی، چشم انتظار شخصی هستی. اگر که کات کردی یا رابطه‌ای جدا شده ای رو داری و منتظر بازگشتش هستی، فال شما داره بازگشت شخص عاطفیت رو بهت نشون میده و چشم انتظاریت امید بخشه. عزیزانی که نیت تحصیلی و کاری رو دارن، به به چه کارت زیبایی، 100% موفقیت و پیروزی رو دارن براشون میبینم. روی یک مسئله کاری خبرهای خوشی به شما میرسه و شخصی که انگار داره شما رو چک میکنه و قصد داره به شما پیامی بده، با شما صحبتی رو بخواد داشته باشه و میتونم بهتون بگم انگار که حالا روی این صحبت قصد داشته باشه پیشنهادی رو هم به شما بده و قصد داشته باشه روی این پیشنهادی که میخواد به شما بده با شما یک جریان ارتباطی رو بخواد برقرار کنه و بخواد به شما نزدیک بشه. و عزیزانی که نیت سفر مهاجرت دارن براشون جابجایی هست و عزیزانی که نیت کاری مالی دارن براشون پیروزی و موفقیت دیده میشه. عزیزانی که نیت معامله کاری رو دارن، انجام معامله رو دارن، یک مقدار فعلا دست نگه دارن و پولی رو هزینه نکنن.